سلام دوستان، وقت شما بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. طبق پست جدید ایردراپ دبلیو کوین 27 اکتبر ماه اسنپ شات گرفته میشه. امروز چندمه؟ امروز 3 اکتبر، یعنی فاصله زمانی که ما داریم با اون تاریخ دقیقاً 24 روزه و 6 تا موردی که روی ایردراپ دریافتی شما تاثیر داره رو اعلام کرده. مورد اول، حساب شما باید تایید بشه. مورد دوم، کیف پول متصل باشه. مورد سوم، تسک‌های روزانه انجام بشه. داخل پرانتز بیش از 10 روز، یعنی شما به صورت روتین بیش از 10 روز من حیث المجموع تسک‌هاشو انجام داده باشید. مورد چهارم این که بیش از 10 بار استیک و کلیم کردن انجام بشه. پنجم، انجام منظم تسک ها. ششم، رفرال فعال. یعنی این موارد شما هر اندازه بیشتر انجام بدین، ایردراپ دریافتی شما طبیعتاً بیشتر خواهد بود. خب من خیلی وقت شما رو نگیرم، مستقیم میریم سراغ خود ربات تا یه مرور کلی انجام بدیم، ببینیم کدوم موارد واسه ما مهمه، چقدر وقت ما رو میگیره. فیلتر شکنم روشن بکنم. خب صفحه کلی این ربات یا این ایردراپ تلگرامی به این صورته. این بالا شما میتونید گزینه‌های مختلفی رو ببینید. حالا با اون تنظیمات اینا کاری ندارم. گزینه اول که بزنیم روش توتال تپس رو نشون میده. این توتالی که از توتال کلیه، صرفا برای خود ما نیست. حالا ما با اینا خیلی کاری نداریم چون به مربوط نیست. این WAI همونطور که مشاهده میکنید 4 تا آیتم داره که هر کدوم از این لول‌ها رو ما بیشتر بکنیم. من الان ببینیم این لول نفری که اینجا هست سمت چپ پایین لول 2 هم، یعنی من 2 تا رفرال از موقعی که این تسک یا این ماژول اضافه شده 2 نفر رو به اصطلاح اد کردم یا رفرال من شده. من بابت همینم 2 بار تونستم اینا رو آپگرید بکنم. برای همین الان پروفیت ساعتی من 3.25. حالا اونایی که رفرال زیادی آوردن 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 10 تا هر اندازه بیشتر پروفیت ساعتیشون بیشتره و طبیعتاً ایردراپ بیشتری دریافت میکنن. خب پایین گزینه میکس دوستان ما رو نشون میده. حالا تعداد دوستایی که ما آوردیم، حالا یکی هست 2 نفر، یکی 5 نفر، یکی 10 نفر، هر اندازه بیشتر عرض کردم بهتر. بخش تسکا ببینید وقتی اکثر ایردراپ ها، اکثر ربات ها رو این بخش حساسن، یعنی یک سری وظایفی رو مشخص کردن، هر اندازه شما اینا رو انجام بدین انگار اینا رو لحاظ میکنه، ایردراپ بیشتری میده و امتیاز بیشتری به شما، یعنی هم از این ور هم آخر سر که ایردراپ انجام شد میخواد توزیع بشه اینا رو لحاظ میکنه. خب چه بهتر که اینا رو ما به صورت روزانه، روزی روتین 1 یا 2 تا از اینا رو بزنیم که آخر سر به مشکل نخوریم. حالا برای مثال من یکی از اینا رو انجام میدم، روی این گزینه بزنم پلی گودز. خب اینو من قبلا باز کردم، درسته؟ من دوباره برمیگردم داخل ربات، وریفای میزنم، میگه check again if you have joined. میگه اگه متصل شدی دوباره چکش کن. چشم. خب اینجا دوباره کلیم اومد. به همین راحتی، یعنی زمان زیادی از ما نمیبره.
بعد این گزینه که الان زدم گزینه استیکه. ما استیک رو میتونیم هم به صورت 3 روزه، هم یه هفته‌ای و هم 2 هفته‌ای انجامش بدیم. 2 هفته‌ای 20%، ارزم به خدمتتون 3 روزه 2% و یه هفته‌ای 7%. ولی خب از بین اینا طبیعتا اونی که سود بیشتری به ما میده 2 هفته‌ایه. ولی تایمی که ما داریم الان از این تاریخ، یعنی 3 اکتبر تا 27 اکتبر، میشه اولش 24 روز. پس این 20% رو یه بار میتونیم انجام بدیم از این تاریخ به بعدش، بسته به اون زمانی که داریم. و حالا 2-3 روز مونده به خود توزیع ایردراپ یا مثلا اسنپ شاتی که میخوام بگیرم، حالا توصیه میکنم که انجامش ندیم بهتره. و گزینه آخرم که بوست دیگه و موارد مربوط به اون، تب ماکسیمایزر، شارژر، بعد رباتیه که حالا موقعی که آفلاینیم برای ما امتیاز جمع میکنه. این ربات رو اگه به صورت منظم روزی نیم ساعت زمان بذاریم، طبیعتاً از همین الان هم شروع بکنین، حتی اگه شروع نکردین، به نظر من وقت کافی دارین. یعنی نیم ساعت هم میگم زیاده، یعنی با روزی 10 دقیقه یه رو هم میتونین کارتون رو پیش ببرین و به اون نتیجه دلخواه برسین. امیدوارم که از این بخش، از این حالا معرفی بگم، بیشتر رو نگم، آموزش، از این معرفی لذت کافی